یه سوال ازت داشتم. فکر می‌کنی دلیلش چیه که 90% نخبه‌ها دارن میرن؟ چه با من یه سوال خیلی ساده. برای چی داری؟ هیچ چیزه پیجه. نه اکسانت پیج. نه سوال سیاسی نیست که نمیخوای جواب بدی. نه به ضرر خودت نه چیزی سوال عادیه. فکر کنید دلیلش که 90% یکی این که مثلا اولا که بحث مشکلات اقتصادی جامعه است که مثلا باعث میشه که آدما امید کمتری داشته باشن به اینکه بتونن توی کشور خودشون به جایی که میخوام برسن. یه بحثشه. بعد یه چیز دیگه هم که هست مثلا خیلی‌ها فکر می‌کنن که حالا ممکنه خیلی هستن مثلا خانواده پولداری هم دارن از این جهت مشکلی ندارن. ولی مثلا آخه نه ببین سوال اینه که 90% خیلی زیاده. خب بچه‌ای که تو دانشگاه میان اولش همه نمیخوان برن. چه اتفاقی میفته تو دانشگاه که همه دوست دارن برن؟ من فکر کنم تو اولش همه دوست دارن برن اصلا. جدی شما یه همچین نظری؟ من همچین نظری دارم. مثلا من دانشگاه فنی هستی؟ من نه البته من ارشدم الان. ولی خب مثلا دانشگاه هستی؟ الان علومم. دانشگاه علومی؟ آره. شیمی؟ نه زمین شناسی؟ علوم کامپیوتر. کامپیوتری. آره که همه میرن. آره دقیقاً من 99%. آره یعنی مثلا من خود واقعا از همون ترم اول کارشناسی که بودم یادمه که همه بچه‌ها از اون اول در واقع رفتن داشتن. آره بچه کامپیوتر برنامه‌ریزی می‌کردن برای رفتن. خیلی بهتره. آره مثلا یه چیزی میگم که نه آخه این سوال اینه 90% عدد خیلی بزرگی با اینکه بچهای نخبه بچه شوخی نیستن که دیگه بچه‌ای که به قول معروف نماد زحمت کشیه. مثلا خب واقعا حیف 90% دارن میرن. نمیدونم واقعا فکر نمی‌کنم عدد رقمش خیلی بالاست. درسته ولی خب اکثرا خب به کمال آدم گرایش داره دیگه. فکر می‌کنن که اگر برن اونجا وضعیتشون بهتره. آقا مرسی.